اگه کسی هستی که دوست داری یه رقصی انتخاب کنی که انرژی زنونت رو ببره بالا، پس این ویدیو برای توه. تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من مانیا هستم، رقصنده و ورزشکار. امروز هم اومدم توی این ویدیو یه رقص جذاب دیگه رو بهتون معرفی کنم. وکینگ. رقص وکینگ رقصیه که مال دهه 1970 میلادیه و البته جزو رقصای خیابونی هم محسوب میشه. رقصیه که از کلاب‌های نیویورک اومده و رقصنده‌ها و کسایی که حالا میرفتن کلاب پارتی میکردن، موزیکای دیسکویی که گوش میدادن، رقص وکینگ رو به شکل امروزی در آورد. کلاً رقص وکینگ از حرکت‌های رزمی الهام گرفته شده. داخل پرانتز یه چیزی بهتون بگم، من تو صفحه اینستاگرامم یه سری ویدیوها حالا از تمریناتم یا ویدیویی که حالا رقصیدم رو توی صفحه اینستاگرامم شیر کردم. خب زیر یکی از پستام خیلی از ایرانی‌ها، دوستان ایرانی همیشه در صحنه حاضر، اومدن برای من کامنت گذاشتن که اینا حرکت‌های بدنسازی، این ژست‌های بدنسازی، حرکت‌های کاراته است، نمیدونم این مال کنفه، این مال جکی چان و فلان و اینا، خیلی چیز میز بر من نوشتن. خب میخوام بهتون یه نکته بگم، یه سری حرکت‌ها و یه سری ژست‌هایی هستش که شبیه به حرکت‌های رزمیه، ولی حتما دلیل نمیشه که این حرکت اون حرکته. کلا رقص وکینگ از حرکت‌های رزمی الهام گرفته شده، ولی این نیستش که همون حرکت‌ها رو توی این رقص استفاده کنن. و رقصیه که خیلی نماد قدرت بالا و اعتماد به نفس بالاست. یعنی کسی که داره این رقص رو انجام میده، شما اگر ببینید کاملا متوجه میشید که خیلی با اعتماد به نفس داره میرقصه و قدرت دستها و قدرت بدنی بالایی داره. حالا چرا گفتم دستا؟ به خاطر بیشترین فوکوس توی این رقص روی حرکت دستها هستش. یعنی شما موزیکی رو که دارید میشنوید با دستاتون یه سری حرکت انجام میدید. البته بچه‌ها اینم بگم که فقط این نیستش که همش حرکت‌های دست باشه و شما فقط با دستتون بیاین برقصین، نه، کلا کامل میرقصید. میخوام یه ذره خلاصه تر صحبت کنم. کلا شما همه بدنتون رو غیر میدید، ولی فوکوس بیشتر روی دستاست. و یه نکته جالب دیگه بهتون بگم، رقص وکینگ انقدر تمریناتش سخته که وقتی شما دارید میرقصید به خاطر اون فوکوسی که روی عضلاتتون داره، یعنی شما یه جوری تمرین میکنید که بتونید هم نیمکره راست مغزتون و هم نیمکره چپ مغزتون رو ازش کار بکشید. خیلی سخته بچه‌ها. من 1 سال واقعا دارم تمرین میکنم، تازه بعد از 1 سال استایل وکینگ داره میشینه توی بدنم. خب طبیعتا 1 سال آینده خیلی بهتر میشه، ولی میخوام بهتون بگم که کلا رقصیه که خیلی کمک میکنه که شناختتون نسبت به بدنتون و تک به تک اعضای بدنتون بره بالا. این رقص به خاطر ژست ها و پوز هایی که داره خیلی رو استایل شما کار میکنه. بچه‌ها اکثر خانم ها یه سری استایل های زنونه رو توی بدنشون ندارن یا شاید ازش استفاده نمیکنن و نمیدونن که چجوری باید ازش استفاده کنن. براتون یه مثال ساده میزنم، مثل صاف راه نرفتن. یعنی نکته‌ای که من همیشه به هنرجوام میگفتم بچه‌ها سعی کنید صاف وایسید، چون همین یک کار کمک میکنه که اعتماد به نفس شما بره بالا. من زمانی که ایران بودم و حالا زمانی که ترکیه بودم کلاس داشتم، هنرجوام چه حالا آنلاین چه حضوری، همیشه سر کلاسام به بچه‌ها گفتم که بچه‌ها صاف وایسید. حتی تو خانواده، حتی تو دوستام، اگر بچه‌ها ویدیو رو دیده باشن فکر کنم یادشونه. حتی خیلی وقتا گیر میدادم بهشون، میگفتم صاف راه برو، صاف بشین، قوز نکن. همین رعایت کردن یک کار، یعنی شما صاف وایسید، صاف راه برید، صاف بشینید، کمک میکنه بهتون که اعتماد به نفستون رو ببرید بالا. حالا فکر کنید که توی این رقص شما همش توی این پوزیشن هستین، یعنی یه سری حرکت هایی داره رقص وکینگ که کمک میکنه شما ساختار فیزیکیتون بهتر از همیشه بشه. کلا آدم‌های با اعتماد به نفس رو بچه‌ها بهشون دقت کنید. یه سری رفتارایی دارن که تو اصلا متوجه میشی، یعنی وقتی میبینیشون تو چند ثانیه اول متوجه میشی که اینا آدم‌های با اعتماد به نفسی هستن. یکیش همین صاف وایسادنه. یکی از چیزایی بود که توی رقص وکینگ شما کاملا اینو حسش میکنید و میبینید.
دومین نکته‌ای که شما تو رقص وکینگ می‌بینی قدرت بدنی و مخصوصا قدرت دستای خیلی بالایی رو شما می‌بینی. خیلی از آدما مثلا راست دستن، با دست راست خیلی راحت میتونن کار بکنن ولی همزمان نمیتونن با دست چپشون کار بکنن. توی این رقص یه سری تمریناتی داری که تو همزمان در یک لحظه هم میتونی با دست راستت کار کنی، هم با دست چپت کار کنی، هم میتونی بدنت رو، قسمت‌های دیگه بدنت رو به حرکت در بیاری و خیلی چیزایی دیگه. بریم با هم دیگه رقص وکینگ ببینیم. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. چطور بود بچه؟ دیدید؟ خوشتون اومد؟ نظرتون رو برای من کامنت بکنین. خیلی دوست دارم که نظرتون رو راجع به این سبک بدونم، چون همون جور که بهتون گفتم این سبک توی ایران هنوز خیلی‌ها نمیشناسنش و منم سعی دارم که این رقص رو تا جایی که میتونم، حالا با انتشار کردن ویدیو توی هر پلتفرمی، اینستاگرام، تیک تاک یا یوتیوبم، سعی کنم که این رقص رو معرفی کنم و هر چیزی رو که یاد میگیرم سعی کنم بهتون آموزش بدم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودیم بچه‌ها. یادتون نره کانال من سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.